مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخوند یگه حفظ کن منشتی صفا برم با بچم، این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کسی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزا ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه، مثل گل سرخی باید به وجود بیا. من آدم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هر روزشون یک قرص خوابی آخوند داده به نام دعای روز یکشنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب ایخرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همین تو ساده بگن ای خدا این کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوش یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه ویوتی داریم بیدار شو کنیم. هنوز مردمی که دونن خدا لریبه لده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت کنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کم، شعورش کمه که فارسی نیفهمه. این مردم میترم بیدار کنم یا توی تری بیدار کنی. مردمی که هنی نونن خدا با قلبشو گبیزنه نه با زبونشون، تو میتریم بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی گن بجل خمینی هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مایی بینن. تو چطوری تری مردم بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدن گذشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذشت. باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگی که مذهب خرافاته، مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایان بود. مگر رومی، مگر مولانا، نه یا آخونده یا ملایی سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش وابی؟ مولانا چو آبی؟ داری مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنیم. مردمی که هم مولانا نقبول دارن هم شیخ فلان قومی نقبول دارن، این مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیتشون روید شدن بیگو گپ بزنی که بیدار آبون نهایتش متهمت ایکنن و کفر. همینطوری که مولانا متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجه، شاید ناراحت آبون.